بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابوҳурайра خداوند از او راضی باد ریوایت است که پایامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازهای پنجوقته از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان سبب омурзиши گناهانی بیni инҳост. اگر مسلمان از گناهان کبیره دوری جوید. نمازهای پنجوقته، نماز جمعه تا جمعه آینده و روزه ماه رمضان تا رمضان آینده محو کننده گناهان صغیره می باشند، مادامی که بنده مؤمن از گناهان کبیره دوری جسته باشد. چطوری که در حدیث های نبوی ذکر شده است، عملهای نیک پوشاننده و سبب مغفرت عملهای بد هستند. پس برادران ایمانیم، بیاید عملهای نیک را بسیار انجام بدهیم و خصوصا در این ماه شریف رمضان که هر یک عمل نیک ثوابش یک چند مراتب افزوده و در نامه اعمال ما نوشته می شود.